میا روانگر ملقب به میا پلیز که الان 32 سال سن داره، تقریبا از 8 سال قبل حال تولید محتواست و در این حیث یکی از قدیمی ترین های این کامیونیتیه. میا اوایل در مورد بازی ها یعنی تحلیل بازی ها و بعدا گیم پلی های بازی محبوب اون موقع یعنی فورتنایت ضبط و منتشر میکرد. میا همون اوایل کارش از ایران به کانادا مهاجرت کرد. معروفیت میا از زمانی شروع شد که کوروش زرندوز به ویدیوهاش اضافه شد. اشتباه نکنید، نمیخوام بگم که میا به خاطر کوروش معروف شد. میخوام بگم هر دوشون با هم معروف شدن. و این یعنی اگه میا نبود شاید الان فرد دوست داشتنی مثل کوروش نبود و شاید هم برعکس. اولین ویدیو کوروش روی تامنیل ویدیو هست برای 6 سال قبل و این ویدیو هستش. بعد از این ویدیو و ویو فوق‌العاده بالای این ویدیو، اون زمان این دو زوج فوق‌العاده شروع کردن به ویدیوهای بیشتر و بیشتر. اوج کار میا و کوروش برمیگرده به زمان ویروس کرونا و اون تعطیلی که رخ داد. اون زمان بود که ویدیوهای همه یوتیوبرها شروع کرد به ویو خوردن زیاد و میا هم جزو از این مسئله نبود. ویدیوهایی مثل چالش سایکو نخندی که اون موقع فوق‌العاده زیاد ویو بالایی داشت و بازی‌های چرت و پرت کوروش که باعث شد این کاپل بیشتر و بیشتر تو دل بره. یا کسی که بیشترین ویدیوی بالای 1 میلیون ویو رو تو یوتیوب فارسی داره با 28 ویدیو بالای 1 میلیون ویو که تقریبا میشه 70% ویدیوهای این بشر. میا فن‌هایی داره که به معنای واقعی کلمه میپرستنش و میتونن بگم که توی کامنتاش حتی یک دونه کامنت هیت پیدا نمی‌کنی. من واقعا این رو توی چنل دیگه‌ای ندیدم و میتونم بگم تو این حیث حتی هیچ کی نزدیکش هم نیست و این واقعا پرفکته. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و اگه خواستید تو کامنت ها بگید که ویدیو بعدی درباره کی و یا چی باشه. ممنون میشم. سابسکرایب فراموش نشه.